من شایف رستم هستم، خطابکننده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان، عضو اساسیاسیون طبیبان خلق. طول 14 سال میشود با خلق همکاری داریم. استادان من بختیار شایف، ملا ظهور طاهری، طول 3 روز در یک کنگرس اشتراک کردیم. خیلی چیزا رو با آموختیم. من طبیعت خودش یک شفابخش است. هر یک درخت هست، هر یک میوه هست، از این استفاده بردن لازم است. کوشش میکنیم که در دوام کاری از این طبیعت زیادتر استفاده بریم. بید من در اینجا استفاده است، این شفابخشی است. این را همچون اسپرین استفاده میبرم. اینجا شفا نگه است، برای فشار بلندی را پس نمودن استفاده میبرن. این روز ما در این کنگرس اشتراک کردیم، خیلی چیزا رو آموختیم. کوشش میکنیم که این را در دوام کاری خود با خلق فهمونیم و پیشروی کردن. این هر یک شخصیت باید کوشش کند که یک چی پیشروی کند. تاجیکستان با پیش!